سلام، وقتتون بخیر باشه. من سید شهروز میرحسینی، دانشجوی دکتری، روان درمانگر پویشی. توی این سلسله هست پست ها قصدمون این هستش که در مورد کتاب دروغ هایی که به خود میگوییم با همدیگه صحبت بکنیم. البته جزئیاتش رو توی اینستاگرام و کلیاتش رو داخل پیج یوتیوب و چنل یوتیوب میگذاریم که تگش میکنم براتون. اتفاقی که داره میفته اینه که در این کتاب ما با مقدمه روبرو هستیم که مقدمه اینطور مطرح میشه: خانومی پیش یک روان درمانگر میره و از روان درمانگر سوال میپرسه که من با همسری دارم زندگی میکنم که این همسر من فردیه که گاه و بیگاه خیانت میکنه و هر بار که من متوجه میشم و اینو به توجهش میارم و در موردش با او گفتگو میکنم، او اینطور اذعان میکنه که من پشیمونم، عذرخواهی میکنه و دیگه میگه تکرارش نمیکنم، اما مجددا این اتفاق میفته. و سوال من زن از توی روان درمانگر اینه که چی کار باید بکنم که من به هم نریزم، چی کار باید بکنم که بتونم چنین چیز رو من باش کنار بیام و چی کار کنم که همسر من اونی بشه که من فکرشو میکنم. کلیت این ماجرا با این سوال ها پیش میره و روان درمانگر به این آدم و به این زن میگه که ببین تو قصد چیه دقیقاً؟ تو میدونی که همسرت خیانت میکنه؟ میگه آره. میگه میدونی که هر بار که به تو قول میده اما مجدد باز همین کارو میکنه؟ و میگه آره. و روان درمانگر سوالش از این زن اینه که پس تو دقیقاً داری با کی زندگی میکنی؟ با کسی که هر بار به تو قول میده و مجدد خیانت میکنه داری زندگی میکنی، یا با کسی که دوست داری وقتی دیگه به تو قول میده به شما آدمی که تو میخوای؟ یکی از چیزهایی که ما امروزه این روزگار داریم باش سپری میکنیم روزگارمون رو، این مباحث به این شکل هست. آدم‌هایی با هم توی رابطه‌هایی قرار میگیرن که توی این رابطه‌ها تلاششون اینه فرد مقابلشون یا اون شخص رو تبدیل بکنن به اون آدمی که خودشون میخوان و از اون آدم یک کسی رو بسازن که خودشون میخواد. مشکلی نیست، مانعی نداره، اما نمیدونیم چقدر آدم‌ها موفقن در این زمینه. نمیدونیم که چقدر این مدل از پیگیری‌ها، این مدل از درخواست‌ها به نتیجه میرسه یا ما رو ناکام میکنه از رابطه‌ای که توشیم. اتفاق دیگری که میفته اینه که مادری پیش یک روان درمانگر میره و به روان درمانگر میگه که من دیگه خسته شدم. روان درمانگر به اون میگه که از چی خسته شدی؟ میگه من از این خسته شدم که فرزندم اصلا حرفای منو متوجه نمیشه و اون کاری که من میگم انجام نمیده. فرزند من فرزندی که داروی اوتیسمه اما اصلا متوجه حرفای من نمیشه. روان درمانگر به این مادر میگه که تو دقیقاً داری با کی زندگی میکنی؟ تو از فرزند چه چیزی میخوای؟ مادر میگه که من دوست دارم این فرزند من یک فرزندی باشه که بفهمه من چی میگم، درک کنه حرف منو، اما انگار این اتفاق نمیفته. و روان درمانگرم به اون همینو میگه ببین تو از فرزندت چی میخوای؟ دوست داری فرزندت مسئله‌ای که داره به اسم اوتیسم اونو بذاره کنار و با مسئله‌ای پیش بره که تو میخوای؟ مگه میشه که چون تو میخوای ما اوتیسمو بذاریم کنار و نبینیمش و بخوام یک فرزندی داشته باشیم که از همه نظر داره هیچ مسئله‌ای نباشه؟ و مادر شروع میکنه گریه کردن و درمانگر بهش میگه تو حق داری ناراحت باشی، اما بیا این ناراحتی رو در راستای فوت فرزندی به کار ببریم که اون وجود نداره، یعنی فرزند بی مشکل و بی مسئله‌ای که تو مد نظرت. واقعیت مطلب اینه که بخش‌های غم‌انگیز زندگی ما هم از همین جاها گرفته میشه. یعنی ماها معمولاً، منی که دارم این حرفو میزنم عمیقاً درکش میکنم، من هم در زندگی شخصی خودم با آدم‌های مختلف رابطه‌های مختلفی رو دارم که تا همین اواخر شاید هنوز تلاشم این بود که بتونم از این آدم‌ها چیزهایی بخوام، از این آدم‌ها اتفاقاتی رو بخوام که من رو ناامید نکنن و اون کاری رو بکنن که من دوست دارم.
و راستش رو بخواین من توی این پست و توی این سلسله فیلم ها اصلا قصدم این نیست به شما بگم دست بردارید از فعالیت کردن، دست بردارید از تغییر آدم ها. نه، میخوام بگم به تغییر آدم ها ادامه بدین، چون ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر است از رابطه های مختلف و این رابطه های مختلف برای ما این رو تداعی میکنه که من از تو چیزی بخوام و تو از من چیزی. البته اگه لیبلی به این مدل از رابطه ها نخوره، بالاخره حتی اگه رابطه در اوج رابطه عاشقانه و احساسی هم باشه، تو این مدل از رابطه ها ما اینطوریم که عشق برای دیدن و دیده شدن و این دو طرف است. اما مسئله برای اینکه ریشه حرفا گم نشه، مسئله اینجاست که ببینید ما تلاشمون اینه که آدم‌ها رو اونطوری که هستن نبینیم، نه اینکه نخوایم، چون نمیتونیم واقعیت اون آدم رو ببینیم. برای من سخته که با کسی زندگی کنم که او به من توجه نکنه، او من رو نبینه. خب اما مسئله که وجود داره اینه که واقعیت اینه که اون آدم اینطوریه، توجه نمیکنه، نمیبینه. خب این چه فرقی میکنه؟ این که من بدونم فرزند من اوتیسمه یا بدونم همسر من خیانتکاره، به من کمک میکنه دو تا کار کنم. یک، بدونم با این فرد چطور باید مقابله کنم. اگه خیانتکاره به یه نحوی برخورد کنم، کوبنده برخورد کنم، درست و غلطش رو کار ندارم، راستش رو بخواین. اگه اوتیسمه بدونم با مکالمه رو برخورد کنم یا دستش رو بگیرم. اگه های دیگه. اما یه موقع هم هستش که ما میگیم نه، اون آدم باید اونی بشه که من میخوام و هر بار من سر او قور بزنم، داد بزنم. ببینید نه قور زدن بده، نه داد زدن بده، نه کنایه زدن بده، نه هیچ کدوم از اینا بد نیست. من دارم به این اتفاقی که داره پس ذهن ما میفته اشاره میکنم. ما قور بزنیم، ما ناراحتیمون رو ابراز بکنیم، ما تغییر از آدم ها مطالبه بکنیم، اما وقتی که حقیقت اون آدم ها رو ببینیم، اینطور برای ما ساده تر زندگی پیش میره. اما ببینید اگه یادتون باشه ما وقتی بچه بودیم به ما میگفتن که اگه قول میدی به یه بچه‌ای، سعی کن اون قوله رو رعایت بکنی، چون اون بچه رو قول تو داره حساب باز میکنه. اتفاقی هم که میفته در دنیای ما اینه که ما گاهی اوقات برای خودمون یه سری قولا ایجاد میکنیم. شما تصور بکنین صبح پدر شما از در خونه رفته بیرون و گفته فرزند من، کودک من، بچه من وقتی شب اومدم خونه تو رو بردارم میبرمت بیرون، میبرمت پارک. من با چه فضایی دارم زندگی میکنم تا شب؟ اینکه پدر من بیاد دست من رو بگیره و با هم بریم پارک. خب درست. اما اگه پدر من شب بیاد و به من بگه که من امشب تو رو پارک نمیبرم، چه اتفاقی میفته؟ تفاوت که اینجا وجود داره اینه که پدر گفته، قول داده و من روی قول او حساب باز کردم. این درسته. اما یه موقعی ما تو زندگی با آدم‌ها بدون اینکه آدم‌ها حرفی بزنن یا قولی بدن، ما از رفتارهای اینها برداشت‌هایی داریم. من مادری رو در جلسات درمانم داشتم که فرزندش دارای مشکل بود، حالا اوتیسم نداشت اما دارای مشکل بود، مشکل رشدی داشت و هیچگاه اینو ندیده بود، فقط دیده بود که مدام در آسیب از این فرزند کوچکش که چرا این فرزند من پس یاد نمیگیره درست حرف بزنه، یاد نمیگیره بنویسه، مگه هم سن و سالهای او الان یاد نگرفتن بنویسن و حرف بزنن؟ درسته ها، چون من با توجه به دنیای پیرامونیم، پدر مادر خودم رو که دیدم، آدم‌های دور و برم رو که دیدم، والدین دیگر رو که دیدم، چنین انتظاری رو دارم. در ذهن من اینطور سپرده شده که هر مادری وقتی فرزندی به دنیا میاره ایشالله که سالمه. ما نمیگیم ایشالله، میگیم 100% سالمه، کامل، 100% بهترینه. اما ببین، میدونی فرزند تو کی سالمه؟ وقتی که من حقیقت او رو ببینم. من از لغت پذیرفتن الان نمیخوام حرف بزنم. لغت پذیرفتن لغت بزرگیه به نظرم.
دارم از چی صحبت میکنم؟ کل این مبحث از یه چیز داره نشأت میگیره، دروغ هایی که به خود میگوییم. اسم این کتابیه که داریم در موردش صحبت میکنیم. قصد ما این هستش که بشناسیم خودمون رو، بشناسیم آدم هایی که باشون در ارتباط قرار داریم و اگر میخوایم تغییری هم اعمال بکنیم که باید بکنیم و خوبه که بکنیم، حالا باید نه ولی خوبه که بکنیم، این تغییرها رو بر اساس بینش و نگاهی که داریم انجام بدیم و نه به سبب تصورات و تفکراتی که فقط صرفا داره در ذهن ما پردازش میشه. این اون چیزیه که ما در مقدمه این سلسله پادکست ها قصد داریم در موردش صحبت بکنیم. هم پادکست های صوتی وجود دارن، هم پادکست های تصویری اینچنینی. صوتی ها در تلگرام قرار میگیره و تصویری ها رو دارم میگذارم در چنل یوتیوب. لطفاً چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید. این پادکست رو اگه خوشتون من لایک کنین و کامنت بذارین که به تک تک کامنت ها پاسخ خواهم داد. مراقب خودتون باشین تا برای سلسله بعدی از این کتاب با شما همراه باشم.